امروز ما به خاطر تحقق آرمان‌های حزب جنبش و جنرال دوستم گرد هم آمدیم. حاجی باتور دوستم فقط در افغانستان نه بلکه در بزرگترین نشست‌هایی که از سوی ترک‌ها در آن کشور برگزار شده است نیز سخنرانی‌های تاثیرگذاری داشته است. بسم الله الرحمن الرحیم. Ben Afganistan Dostum Vakfı Başkanı Batur Dostum. Afganistan'da 100 binin üzerinde gencin Afganistan 100 binin üzerinde gencin ilan ettiği Sayın General Raşit Dostum manevi atamız diye hitap ediyoruz. Ben de bir genç olarak manevi atamın mesajını siz... Bismillahirrahmanirrahim. من باتور دوستم رئیس بنیاد دوستم هستم. در افغانستان صدها هزار جوان الحاج استر جلال عبدالرشید دوستم را پدر معنوی خود خطاب می کنند. رئیس حزب بیوک برلیک مرحوم محسن یازیچی اغلی یک شخص میهن دوست و خادم کشور دوست و برادر ترکیه بود. زمانی که من به کشور دومی خود یعنی به کشور دوست و برادر ترکیه می آمدم، مرحومی بنده را هرگز تنها نمی گذاشت. هر دوی ما در مورد سیاست و اوضاع جاری بحث و تبادل نظر می کردیم. من ضمن آرزوی موفقیت های بیشتر به اعضا و هواخواهان این حزب به مرحومی از بارگاه عزیز منان جنت الفردوس می طلبم. الحاج استر جلال عبدالرشید دوستم رهبر مؤسس و بنیانگذار حزب جنبش و رهبر ترکتباران افغانستان. İki cümle ekleyeceğim. Biz Afganistan'da gençler olarak bizim takip ettiğimiz yol Hazreti Muhammed Efendimizin dediği gibi adalet güzeldir, hüküm sahiplerinin elinde olursa daha güzeldir. Ya adaleti hüküm sahiplerinin eline vermek ya da adaletli kişileri hüküm sahibi haline getirmek. Ve Afganistan'daki siyasetimiz Hazreti Ali'nin dediği adaleti ve eşitliği gözetme siyasetin en iyisidir. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. حاجی باتور دوستم در پی فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگیش در سال 2011 میلادی به عنوان رئیس بنیاد خیریه دوستم در افغانستان گماشته شد. Ben dostum bunyadı tahsis edilişinden haberdar bulup otamni faqat o'z farzandlariga پدر مهربانم نه فقط در فکر فرزندان خود هستند بلکه در فکر و تقدیر صدها هزار جوان هستند. امروز با دیدن عملکرد پدرم به این باورمند شدم. در حقیقت پدر مهربانم به خاطر رضای الله جل جلاله و خدمت بر راه حق این بنیاد را تأسیس کرد. این بنیاد به شکل قانونی تأسیس و فعالیت خیش آغاز نمود. از بعد تأسیس این بنیاد تا به حال صدها تن عالم دین، تاجران ملی، فرهنگیان و جوانان حمایت همه‌جانبیشان را اعلام کردند. از اینکه جنبش جوانان افغانستان از کارکردهایمان اعلام حمایت کردند، از عمق دل سپاسگزاری می‌نماییم. قابل یادآوری است که جنبش جوانان افغانستان همیشه تحت حمایت جنرال عبدالرشید دوستم بوده است و جنبش جوانان افغانستان یک پایگاه قوی اجتماعی آقای دوستم محسوب می شود. بنیاد خیریه دوستم از بعد و ایجاد تا کنون به ده ها هزار خانواده آسیب دیده از جنگ ها، زلزله ها و سیلاب ها و مردم بی بضاعت به شمول خانواده های شهدا کمک های چشمگیری را در ولایت های مختلف افغانستان انجام داده است. حاجی باتور دوستم خودش نیز برای رساندن کمک ها به مردم آسیب دیده در ولایت های مختلف کشور سفرهایی را نیز انجام داده است. Hodisa bo'lgandan bu yana bizning yuragimiz toqat qilmaydi ki to kelib sizlarni o'zlaringizni yog'idan ko'rmasak.
حاجی باتور دوستم به حیث رئیس عمومی بنیاد دوستم برای زلزله زدگان در شهر وان کشور دوست ترکیه که آسیب دیدگان این آفت طبیعی مردمان قرقیز و ازبک بودند کمک های بنیاد دوستم را رسانده و مورد تحسین و تقدیر مردم ترکیه قرار گرفته است. Dünya Gençleri Dostluk ve Dayanışma Derneği'nin organize ettiği Afganistan Dostum Vakfı ve Kırgız Dostluk ve Kültür Derneklerinin katkıda bulunduğu bir tır dolusu yardım Van'a gönderildi. Deprem olur olmaz Afganistan'dan Sayın General Raşit Dostum Paşamız bizi aradı. محترم استر جنرال عبدالرشید دوستم زمانی که از زلزله ولایت ون کشور دوست و برادر ترکیه خبر شدند فوراً با برقراری تماس تلفنی در مورد کمک‌های لازمه به زلزله زدگان ولایت ون هدایت دادند. ما هم طبق هدایات محترم استر جنرال عبدالرشید دوستم دست به کار شده کمک‌های لازمه را به اینجا آوردیم. قابل یادآوری است که مردم کشور ترکیه بدانند افغانستان در هر گونه شرایط در پهلوی ترکیه قرار خواهد گرفت. Depremzedeler için ellerinden gelen yardımı esirgemediler. حاجی باتور دوستم همچنین در ماه مارچ سال 2013 میلادی در تلویزیون خصوصی باتور به حیث صاحب امتیاز مسئولیت گرفت که در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان فعالیت دارد. این تلویزیون بر اساس تقاضای مردم صفحات شمال و شمال شرق از سوی الحاج سر جنرال عبدالرشید دوستم ایجاد و با فعالیت‌های خود آغاز کرد. نشرات این تلویزیون به زبان‌های ترکمنی و ازبکی است و علاوه بر ثبت برنامه‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و هنری در انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان در شمال و شمال شرق کشور نقش ارزشمند تبلیغ را ایفا کرد. این تلویزیون همچنین علاوه بر ثبت کنسرت‌های هنرمندان داخلی، آهنگ‌های هنرمندان کشورهای ازبکستان و ترکمنستان را نیز ثبت کرده است. حاجی باتور دوستم در سال 2014 میلادی پس از ختم تحصیلات عالی خویش دوباره به وطن برگشت و در چهارمین کنگره جنبش جوانان افغانستان که در کابل برگزار شد اشتراک کرد و با اکثریت رأی موافق جوانان کشور به حیث مشاور ارشد این سازمان انتخاب شد. Ben uzum için bir kadar mimar, siz cavanlar için, inovalarım, haklarım için, 10 kadar mutluluk için geldim. من به خاطر خود یک گام نمی بردارم اما به خاطر جوانان این کشور 10 گام برمیدارم. به گفته پدرم جنرال عبدالرشید دوستم مقام دولت زودگذر است اما چیزی که میماند ملت، وطن و حزب است. به همین خاطر آمدم تا که به مردم خود، به وطن خود و به حزب خود خدمت کنم. حاجی باتور دوستم پیش از این نیز پیوسته برای انسجام فعالیت‌های جوانان برای خدمتگزاری به مردم تلاش‌های پیگیری را انجام داده است. همکنون نیز جوانان را در عرصه‌های مختلف کاری تشویق و حمایت می‌کند. حاجی باتور دوستم که از ایام نوجوانی تا کنون با جوانان و سیاستمداران در داخل و خارج کشور در ارتباط بوده و در کنفرانس‌ها و نشست‌های بزرگ سیاسی، مردمی و فرهنگی اشتراک فعال داشته، با گذشت هر روز بر ظرفیت و توانایی‌اش افزوده شد. حاجی باتور دوستم همچنین ضمن آن که در کمپاین‌های انتخاباتی پارلمانی و ریاست جمهوری گذشته سهم ارزشمندی را در پهلوی الحاج سر جنرال عبدالرشید دوستم و اعضا و هواخواهان حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان ایفا کرد. در چندین سفر رسمی خارجی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور حکومت وحدت ملی، الحاج سر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، استاد محمد سرور دانش معاون دوم و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در کنفرانس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به حیث هیئت افغانستان اشتراک کرد. حاجی باتور دوستم یکی از اشتراک کنندگان کنفرانس لندن بود که در 4 دسامبر 2014 میلادی درباره افغانستان برگزار شد. کنفرانس لندن سومین کنفرانسی بود که بریتانیا برای تحکیم روابط افغانستان و جامعه بین‌المللی در این کشور برگزار کرد. در این کنفرانس بیش از 70 کشور و نهاد بین‌المللی با هدف تجدید تعهدات مالی و سیاسی از افغانستان شرکت کردند. همچنین حاجی باتور دوستم به تاریخ 13 دسامبر سال 2015 میلادی در افتتاح پروژه توپی با رئیس جمهوری افغانستان در ترکمنستان شرکت کرد. در این سفر رهبران کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان پروژه خط لوله گاز میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند موسوم به توپی را به گونه رسمی افتتاح کردند. قرار است برای تطبیق این پروژه بزرگ اقتصادی میان 4 کشور 10 میلیارد دلار هزینه شود.
با این وجود حاجی باتور دوستم به تاریخ 18 سپتامبر 2016 میلادی با محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان برای شرکت در 71مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از افغانستان به آمریکا سفر کرد. حاجی باتور دوستم نیز در حاشیه این نشست با برخی از مقامات کشورهای خارجی دیدارهای جداگانه انجام داد. حاجی باتور دوستم همچنین در سال 2016 میلادی در کنفرانس جهانی بروکسل که برای جمع‌آوری کمک برای افغانستان برگزار شده بود با رئیس جمهوری افغانستان اشتراک کرد و از آدرس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان با رهبران احزاب و شخصیت‌های حکومتی کشورهای خارجی ملاقات‌های تاثیرگذاری را انجام داد. در آخرین مورد حاجی باتور دوستم در 26 مارس سال 2018 میلادی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان را در کنفرانس دو روزه بین‌المللی در تاشکند با هیئت بلندپایه حکومت همراهی کرد. محور اصلی این کنفرانس را بررسی چگونگی بیرون رفت از ناامنی‌ها و جنگ‌های تحمیلی در افغانستان و تأمین صلح و ثبات با همکاری کشورهای منطقه و جهان تشکیل می‌داد. اخیراً که سرپرستی حزب را جناب محترم حاجی باتور دوستم با عهده گرفتن، یک امیدواری بسیار کلان بین مردم ایجاد شد از اینکه با نام جناب دوستم که مؤسس و بنیانگذار حزب است همه مردم به اطراف حزب جمع میشن و بر علاوه از این فضایل و خصوصیات نیکی که حاجی باتور دوستم داره، اینا یک امیدواری را به بار آورد که دیگر حزب ما انشعاب نمیکنه. سرانجام حاجی باتور دوستم در ماه مارس سال 2017 میلادی در پلنیوم حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان که در مقر این حزب در کابل برگزار شده بود با اتفاق آرای اکثریت اعضای رهبری این حزب و مردم به حیث سرپرست حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان انتخاب گردیده و فعالیت‌های سیاسی خویش را به گونه رسمی از آدرس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان بیشتر از پیش و به گونه منسجم‌تر ادامه داد. تا او وقتی که دو پیشنهاد بیاییم در اینجا پیشنهادی وجود داشت از جانب مولوی صاحب لطف الله عزیزی. اصل متن در حالتی که حزب دچار بحران گردیده خطر انشاب و انحلال آن را تهدید کند، بنیانگذار حزب می تواند طبق قانون و احکام این اساسنامه برای احراز کرسی شورای مرکزی حزب عمل نماید. اینجا گفتن که باید قید مانده شود. جناب مولوی صاحب گفتن که برای احراز کرسی ریاست شورای مرکزی، برای احراز کرسی ریاست شورای مرکزی حزب عمل نماید. کسایی که با اصل متن موافق است دست خود بالا کنند لطفا. کسایی که با متن تعدیلی موافق هستند، پس بنان کلمه ریاست تا اوجا اضافه شد. مانش کنگرالاری دیگه هم شونه بلولترم. در مورد کنگره حزب نیز میدانم که اگر حاجی باتور نامزد شود یک اتحاد و اتفاق بزرگ و محکم به میان می آید. برای فعلا هیچ کاندیدی نداریم که همه را در یک چتر نگه دارد و در نشست‌های بزرگتری که برگزار می شود از آنها به گونه منظمتر پذیرایی شود. با توجه با همین موضوعات فکر کردم که از نااتفاقی ها و دستانی که با نام ترک تباران در صدد فصل کردن فعالیت دارند جلوگیری شود. بنابراین باز هم شما هر چیزی که فیصله می کنید حق دارید و من مخالف آن نیستم بلکه موافق هستم. شنو چون مانتم نمیگه مانم شوگنم شکیچم نما پایتلا قلاتلا آخر جلسه ترى نما قلاود او پایتلا بز مخالف موافق. امروز با افتخارانه از حزب جنبش از سرپرستی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان استعفای خود برای شما ابلاغ میکنم. حاجی صاحب باتور پیشنهاد میکنم برای شما که من حیث سرپرست شما قبول دارین. هر کسی که طالب است خدا بالا کنه. تشکر بسیار. ما از صمیم قلب با جناب حاجی صاحب باتور سرپرستی شورای مرکزی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان را تبریک عرض میکنم از طرف همه. Hammalardan bir jon tashakkurli qilaman, xususan bu e'timodda bizlarga topshirdilar, bu ishonchlarini bildirdilar.
از این که برم اعتماد نبوده مسئولیت کلان را واگذار شدید به نهایت سپاسمندم. قسمی که همه میدانید در راه حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان ما هزاران جوان خود را از دست دادیم. اگر ما در جای یک شهید یک نفر را به سالن می آوریم بیشتر از 40,000 نفر می شوند. اگر ملت هم بگوید که در دروازه این حزب استاده شو، من با کمال افتخار این کار را انجام می دهم. باور داشته باشید من شب و روز در خدمت مردم خود هستم. همچنان از 3 سال به این طرف به خاطر دایر نبودن کنگره حزب تلاش داریم. از نگاه اخلاقی از نگاه اخلاقی حاجی باتور را همه می دانید. به خاطر اینکه پسرم است طرفداری نمی کنم. همیشه متوجیش بودم، گاهی بالایش سیاست کردم، گاهی نصیحت کردم، اما همواره یک ذره هم بی حرمتیش را در مقابل هیچ کس ندیدم و نشنیدم. مطمئن هستم که شما نیز شاهد چنین حالت نبوده اید. این مسئولیت بسیار بزرگ است. شما باید با حاجی باتور مشوره بدهید و از تجارب گذشته ها وی را در جریان بگذارید. من هم از نزدیک کمک و همکاری خود را ادامه می دهم. شما خوب می دانید که موضوع حزبتان جنبش ملی اسلامی افغانستان گپ ساده نیست. من هر زمانی که در خانه می روم جلسه خانوادگی می گیرم و با فرزندانم روی مسائل مختلف صحبت می کنم. برای آگاهیشان پیوسته گفتم که هر برنامه سیاسی و نظامی که دارم پیش از عملی کردن از علمای دینی و ریشسفیدان مشوره و دعا می گیرم. روزهای بسیار سخت و دشوار را با دعای نیک همین عالمان دین از سر گذشتاندم. که یمان روزلر میشه دعایش علماء باشوندن کردم. حاجی باتور دوستم پس از آن که به حیث سرپرست حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان انتخاب شد، در گرد همایی‌ها، نشست‌ها و جلسات حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان بر مهم بودن این مسئولیتش تاکید کرده، پیوسته تصریح نموده است که این حزب از بد و تأسیس تا کنون در زمینه تحقق عدالت اجتماعی و تامین و تعمیم وحدت در کشور تلاش کرده است و در این راستا ده‌ها هزار تن از فرزندان مبارز افغانستان در چوکات مبارزات جنبش ملی اسلامی افغانستان جان خود را از دست دادند. حاجی باتور دوستم پیوسته در نشست‌هایی که با اعضا و هواخواهان حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در ولایت‌های مختلف انجام داده، بر انسجام هرچی بهتر فعالیت‌های حزبی در سطح کشور تاکید کرده و در عملی شدن این هدف تلاش‌های بی‌شایبه‌ای را انجام داده است. حاجی باتور دوستم به عنوان جوانترین رئیس یک حزب میلیونی که پیوسته در تعیین رؤسای جمهوری در کشور نقش اساسی داشته است و در تامین دموکراسی و تحقق عدالت اجتماعی پیشگام بوده، از آدرس این حزب با شورای عالی ائتلاف ملی برای نجات افغانستان همراه با پدرش سر ژنرال عبدالرشید دوستم به عنوان رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان، صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان، استاد عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان، استاد حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و برخی دیگر از شخصیت‌های ملی در سند شورای عالی ائتلاف نجات امضا کرد. کارها و فعالیت‌هایی که در این اواخر جناب آقای باتور دوستم انجام داد بسیار چشمگیر و امیدوار کننده هست. خصوصا در شرایط افغانستان که احزاب و اقوام اختلافات خود دارند. در این راستا به خاطر اتفاق و وحدت احزاب، به خاطر آمادگی خوب در انتخابات های آینده، به خاطر تشویق مردم در پروسه های دموکراتیک مثل انتخابات ورسی جرگه و ریاست جمهوری، بسیار کارهای کلان انجام داد حاجی باتور دوستم. حاجی باتور دوستم به عنوان یکی از اعضای برجسته ائتلاف ملی برای نجات افغانستان و رئیس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در گرد همایی‌های هزاران نفری که به خاطر حمایت از سیاستگذاری‌های الحاج سر ژنرال عبدالرشید دوستم و رهبران ائتلاف ملی برای نجات افغانستان در ولایت‌های شمالی افغانستان برگزار شد، اشتراک کرده و سخنرانی‌های همه‌جانبه نمود. Endi boshqa onajigarlari kuymasindir. Ko'zidan asrab katta qilgan dunyodagi eng qiymatli parchalari
ما نمیخواهیم دیگر مادران ما جگرگوشه هایشان را از دست بدهند. ما نمیخواهیم چشم مادرانمان پر از اشک شود. ما نمیخواهیم دیگر جوانان خود را از دست بدهیم. ما میخواهیم در افغانستان عدالت اجتماعی تامین و دموکراسی واقعی تمثیل و انتخابات شفاف و عادلانه برگزار شود. به خاطر نجات دادن کشورمان از بحران کنونی و به خاطر رفاه و آسودگی کشور خود این ائتلاف را تشکیل دادیم. این ائتلاف از طرف الحاج استر جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر، مؤسس و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، پدر معنوی جنبش جوانان افغانستان و معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، محترم صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر خارجه افغانستان، محترم عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان و والی ولایت بلخ و محترم استاد محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان تشکیل داده شد. حاجی باتور دوستم در جلسات بزرگ خارجی از آدرس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان اشتراک کرده و ضمن رساندن پیام‌های الحاج سر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و مقامات کشورهای خارجی خواستهای بر حق حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و مردم مظلوم کشور را نیز انعکاس داده است. حاجی باتور دوستم همچنین در افتتاح فیلم آمریکایی به نام 12 مرد نیرومند که درباره چگونگی سقوط طالبان از صفحات شمال و نقش برازنده سر جنرال عبدالرشید دوستم در سقوط طالبان و همکاریش با نیروهای ویژه آمریکایی ساخته شده است اشتراک کرده و پیام الحاج سر جنرال عبدالرشید دوستم را نیز به آمریکایی‌ها وسیله شد. امشب همچنان عالی است که جنرال دوستم با عنوان یک قهرمان به تصویر کشیده شده است که واقعا سزاوار آن می باشد. چنانچه هر یکی از شما قهرمانان هستید. جنرال دوستم قهرمان امروز ما است. همان طوری که همه نیک می دانید گاهی هم اشخاص و افرادی با قهرمانان برخورد نادرست نموده و تصویر دیگری بیرون می دهند. افتخار می کنیم امشب فرزند جنرال دوستم را در میان خود داریم. پس از آن که حاجی باتور دوستم به حیث سرپرست حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان انتخاب شد، تغییرات چشمگیری در راستای انسجام فعالیت‌های حزبی در سطح کشور و روابط خارجی به وجود آمد. حاجی باتور دوستم علاوه بر این فعالیت‌هایش پیوسته با رهبران احزاب سیاسی فعال در افغانستان و شخصیت‌های تاثیرگذار برای هماهنگی بیشتر فعالیت‌های احزاب و نزدیک ساختن افکار در زمینه‌های مختلف که ضامن تامین منافع ملی افغانستان بوده، ملاقات‌های جداگانه نموده و این روند را هنوز هم ادامه می‌دهد. موضوع تامین عدالت و مشارکت ملی در زمینه حکومتداری، برگزاری انتخابات به موقع و شفاف پارلمانی و ریاست جمهوری، توزیع تذکره‌های الکترونیکی مطابق به خواست مردم افغانستان و تلاش همگانی در خصوص تامین وحدت ملی و تحکیم ثبات از مهمترین مسئله‌های اند که حاجی باتور دوستم در دیدارهایش با رهبران و بزرگان کشور مطرح کرده و بر عملی شدن آن تاکید کرده است. عیادت از مریضان، دستگیری از خانواده‌های شهدا و اشتراک در مراسم خوشی و غم مردم از عادت‌های حاجی باتور دوستم است که به عنوان یک جوان با مسئولیت جای خود را در قلب مردم باز کرده است و این شیوه ها را طبیعتاً از قبلگاهش الحاج سر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به ارث برده است. علاوه بر این حاجی باتور دوستم با مردم و اعضا و هواخواهان حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان با آنکه از نزدیک دیدارهای جداگانه انجام داده است، همواره از حال و احوال آنها خبردار شده و برای حل مشکلات آنها در سطح قریه‌ها، ولسوالی‌ها و ولایات اقدامات جدی انجام داده است. حاجی باتور دوستم تا کنون 2 بار با کمین مسلحانه دشمنان مردم افغانستان در منطقه چشمه شیر ولایت بغلان و شهرهای شبرغان فاریاب روبرو شده است. در حال حاضر حاجی باتور دوستم در جلساتی که با رهبران احزاب سیاسی و اعضای رهبری جنبش ملی اسلامی افغانستان و در دیدارهایش با مردم عادی کشور پیوسته بر هماهنگی، وحدت نظر و اشتراک در پروسه های ملی، انتخابات آینده پارلمانی و ریاست جمهوری افغانستان تاکید می کند و سیاست های جنبش ملی اسلامی افغانستان را در قبال مسائل مختلف ملی و بین المللی در سطوح مختلف مطرح کرده و به اذهان مردم می رساند.